بسیاری از شما شاید که بودن الکساندر مکدونی را دانید. بعضی‌ها او را با نام اسکندر مقدونی می‌شناسند. الکساندر مکدونی نه تنها در تاریخ بلکه در تاجیکستان نیز اثر خود را گذاشته است. پس تا آخر با ما باشید و ما باشیم برنامه را سر میکنیم و شما بسیار چیزهایی را میفهمید که اینقدر به شما فریب کرده است مردم غرب. حاضر من با شما یک قصه را میگویم که شاید او را یگان بار نشنیده باشید. این حادثه در زیباترین موضع‌های روی زمین کول اسکندر کول شده گذشته است. این نه تنها افسانه بلکه سری هست که واقعیت دارد. لحظه‌های جالبی که شما را به حیرت می‌آورد. کول اسکندر کول را گوهر پامیر مینامند و در بلندی 2200 متر از سطح بحر واقع بوده از چهار طرفش کوه‌های باشکوه احاطه کرده‌اند. روایت می‌رود که در اینجا اسب دوست داشته الکساندر مکدونی با نام بودسفال مرده است. این کول آنقدر صاف است که مثل آینه همه چیز را می‌بینی. ساکنان محلی میگویند که روح الکساندر مکدونی در این جایها تا حال می‌گردد. بیاید به عصر چهارم پیش از میلاد می‌نگریم. الکساندر مکدونی فرماندهی که نصف جهان را ضبط کرده است. با لشکران خود با کوه‌های آسیای میانه می‌گذشت که امروز ما آن را تاجیکستان می‌نامیم. روزی الکساندر مکدونی با اسب خود هنگامی از بین کوه‌های فن گذشتن این کول را می‌بیند و با اسبش که در بسیاری جنگ‌ها دوستی نزدیکش بود هنگامی از کوه فرآمدن پای اسبش می‌لغزد و در این کول غرق می‌شود. الکساندر مکدونی چنان غمگین گشت که فرمان داد این کول را با شرف او اسکندر کول که معنایش کول اسکندر است بگذارند. اما با این تمام نشده است. ساکنان محلی میگویند که شبانه از بین این کوه‌ها صدای اسب بودسفال است که صاحب خود را میجوید. فاکت‌هایی که قصه را باز هم جالب‌تر میگرداند. الکساندر مکدونی در حقیقت از آسیای مرکزی گذشته است و چند شهر از جمله اسکندریه اسخطکی امروز با نام خوجان معروف است بنیاد کرده است. کول اسکندر کول از پیریخ‌ها به عمل آمده است. نام این کول با نام اسکندر مقدونی علاقه‌مند است. باستانشناسان در اینجا یادگاری‌های پیدا کردند که راه‌های قدیمی تجارت را تصدیق می‌کند. معلوماتی که باز هم شما را به حیرت می‌آورد. اینجا نه تنها مکان زیبا بلکه بهشت برای کوهنوردان و سیاحان میباشد. در اینجا ده‌ها کول موجود است که هر کدام آنها تاریخ بی‌نظیر خود را دارد. الکساندر مکدونی نه تنها در تاریخ آثار گذاشته است بلکه با فرهنگ و عنعنه‌های آسیای میانه نیز تأثیر خود را گذاشته است. نام او تا حال در داستان‌های محلی ذکر شده است. کول اسکندر کول نه تنها جاذبه طبیعی است بلکه مکان است که در آن پیوندی خود را با زمان قدیم احساس کردن ممکن است. در اینجا به نظر می رسد که وقت مثل که قطع شده است و شما می توانید به تاریخ دست زنید. تاریخ این کول تنها افسانه نیست. این خاطررسان می کند که چه اندازه افسانه و واقعیت زیچ علاقه‌مندند. در سنگ‌های اینجا، کوه‌های اینجا، آب‌های اینجا خاطره واقعه‌های بزرگ و آدمانی که در تاریخ آثار خود را گذاشتند باقی مانده است. بله دوستان عزیز، این بود یکی از سرگذشت الکساندر مکدونی و یا اسکندر مقدونی که شما کمی هم باشد معلومات گرفتید. اگر ویدیو به شما پسند آمده باشد پس دستگیری ما را فراموش نکنید. ویدیو را با دوستانتان روان کنید و در کامنت نویسید که درباره کی معلومات گرفتن می‌خواهید. خیر تا ویدیوهای آینده.